سلام دوستان عزیز، واحدی هستم بازم با یک ویدیو دیگر از کانال یوتیوب واحدی تک. دوستان در این ویدیو موضوعی که میخوایم با شما کار بکنم طریقه لیمیت کردن از طریق سامپل کیو. در ویدیوهای قبلی ما پی سی کیو کار کردیم و در این جلسه میخوایم طریقه کار با سامپل کیو کار بکنیم که ما چه قسم میتونیم از سامپل کیو لیمیتیشن انجام بدیم. پس با من تا آخر ویدیو همراه باشید. خب دوستای عزیز، ما داخل راوتر شدیم و اولتر از همه از نیو ترمینال یک پینگ میگیرم که داخل راوتر ما اینترنت داریم یا خیر. DNS گوگل پینگ میگیریم، میبینیم که ما داخل دستگاه خود اینترنت داریم و راوتر که ما میخوایم کار بکنیم اپلایت و میبینیم که تمام تنظیمات داره که ما در ویدیوهای قبلی، اگر ویدیوهای قبلی دوستان ندیدین لینک به قسمت بالا قرار میدم، میتونیم ویدیو قبلی رو بریم ببینیم. از این قسمت دوستان میبینیم از قسمت IP or DHCP سرور، این دستگاه هایی است که فعلا از طریق وایرلس و یکم از طریق کیبل به راوتر وصل هستند که ما میخوایم از طریق سامپل کیو لیمیتیشن انجام بدیم. خب از قسمت کیو لیست سامپل کیو باز میکنیم. در قسمت جنرال در قسمت دوستا هر پورتی که شما میخوایم لیمیت بکنیم اینجا اول یک نام انتخاب میکنیم به خاطر شناسایی همون پورت چیزی که میخوایم لیمیت بکنیم و فعلا ما میخوایم ایدر دور لیمیت بکنیم و سرعت 768 KB اپلود و 768 KB دانلود و اپلای اوکی میگیم و ایدر دوستا که ما لیمیت کردیم از طریق کیبل به لپتاپ ما وصل است و دوستا ما میخوایم که همین گوشی پوکو X6 پرو 5G هم که هسته گوشی خودم است، میخوایم که همین گوشی خود خودم لیمیت بکنم که نام خودم می نویسم و آی پی که دستگاه یا گوشی ما گرفته آی پی اینجا تایپ میکنم 192.168.1.253 که قسمت بالا شما میبینیم که می آی پی گرفته و سرعت میگیم که 512 KB اپلود 512 KB دانلود اپلای اوکی میگیم. در قسمت دوستا من گوشی خود باز میکنم و همین لیمیتیشن که ما انجام دادیم میریم یک اسپید تست یا تست میزنیم ببینیم که واقعا همچین گپ هست یا خیر. از قسمت گوشی میریم اول در از همه چک میکنیم که ما با همین وای فای وصل هستیم یا خیر که میبینیم به وای فای هوم وصل هستیم و نام SSID همین راوتر ما به نام هوم است که ما قبلا کانفیگ کردیم. آی پی هم که دستگاه ما گرفته 192.168.253 است که شما نشان داده میشه و این قسمت هم آی پی خود راوتره که راوتر ست شده. خب دوستا اسپید تست باز میکنیم. به خاطر از اینکه ما محدودیت انجام دادیم سرعت اینترنت پایین میشه. خب در این قسمت هم دوستان میبینیم که سرعت تا 500 KB هم نمیرسه، یعنی چیز محدودیت که ما انجام دادیم یعنی زر همون محدودیت ما میتونه که استفاده بکنه، یعنی فعلا 400 KB میتونه همین گوشی که ما محدودیت. و در قسمت کیو هم اگر ببینیم شما کیو لیست رنگی و قرمز میشه، یعنی وقتی که به سرعت یا که فول یوزیج میشه باز در قسمت رنگش سرخ میشه که یعنی دیوایس فعلا فول یوزیجه، یعنی اینترنت کامل استفاده میکنه سرعتی که به مشخص شده. و همچنین ایدر دو که ما لپتاپ ما وصل است رو میریم یک تست میزنیم. اسپید تست از طریق صفحه لپتاپ خودم باز میکنیم
در قسمت استارت میزنیم. خب دوستان میبینیم که 350 کیبی دانلود و 860 یا 870 اپلود بیشتر میکشه. یعنی محدودیت که ما انجام دادیم از سرعت بالاتر نمیره و فعلا من کی رو غیر فعال کردم. دوباره استارت میزنم ببینیم که چقدر میگیره. و در قسمت میبینیم بی 1.5 MB سرعت رو میگیره اینترنت به خود، چون فعلا دستگاه دیگه هم وصل است. دوستا وقتی ما شما تست میزنیم باید تنها یک دیوایس به اینترنت وصل باشه. و همچنین دوستا اگر خواسته باشیم ما بقیه پورت های راوتر هم لیمیت بکنیم، از همین طریق میتونیم لیمیتشن انجام بدیم. به عنوان مثال ما چندین راوتر داریم و از هر پورت به یک راوتر ما کیبل میگیریم استفاده میکنیم که و به هر پورت محدودیت انجام میدیم که مثال راوتر دومی ما سرعتش 1 MB باشه و از ایدر 3 یا ایدر 2 هر چی خواسته باشیم شما میتونیم نامگذاری بکنیم و میتونیم استفاده بکنیم و از همین طریق به سمپل کیو ایجاد بکنیم. و در قسمت ما ایدر 3 رو میخوایم لیمیتشن انجام بدیم که سرعت 2 MB قرار میدیم و حالی اگر از پورت سوم راوتر ما استفاده بکنیم سرعتی و همین محدودیت که انجام شده تا 3 MB ما میتونیم استفاده بکنیم. و دوستان متوجه باشین در صورتی که سرعت واقعی اینترنت شما چقدر است نظر به همو باز کیو تعریف بکنیم. اگر ویدیو به شما جالب بود دوستا چنل یوتیوب رو سابسکرایب کنین، لایک و کامنتیاتون نره. تا ویدیوهای بعدی بدرود.